سشیدو و باز با یک رقیب دیگر ژاپن وا میخورد در داخل تساوی بخش. داور درجه المپی از کره است سرخی. در صورت غلبش حقی مبارزه برای مدال برنجی وزن 73 کیلو پیدا خواهد کرد. باید حرکت‌های پر در پر نشون دهد حجازاده. بسیار خطرناک است ولی مته به فکر نمی‌کنم. ابینو مساساهی 29 سال دارد. در 73 رقابت اون زخمات اون کمیکات خود قبض و اصول را اجرا کنه چون که دادن در کور. بله اون زخمات بالا حرکت کند که اون زخمات بالا. نفری 12 هم در فهرست بهترین های دنیا شامل است این چهره. بله همین حرکت همین هم از بالا و پرتوف آغاز میکند اما به همون ترتیب نیروسنجی که باید چون توجه کند چون جدی فقط از همون کمیکات بالا فقط این هم اکنون به خواهش هنرس فکر میکنم به کسبیتی حرفش وابستگی بیشتر دارد. بله باز همون اصول و باز حرکت بسیار هم در حالت خوب است. بسیار حرکت کردن در کور استودن در کور نیست. پیشتر در اومدن در کور بسیار امکانات خوب بود از داشتن از سری حسین بسیار هم کوتاه داشت خوب آغاز کرد اما انتظار شد اندکی فرصت باز همون اولاد باز همون تکرار کند ولی حرکت کردن در کور جو کردن در کور ولی استودن در کور نیست چون که داور میدونه که دوستیم بر از همون زخمات بالا و امکانیت شیدو گرفته میشد. بله این حریفش نسبت به هاشیموتو اندکی باز هم پیش در اومدن در بالا ندارد ولی حرکت هم است اما فرق کننده است یعنی چون فاول است شیدو چون که فاول است حرکت اجرا میکند همیشه. گوشتینگیری از با این اندکی بهتر است نسبت به اون چهره سرشناسی رقم 2 سیاره. بله همون اولاد بسیار هم کارش خوب جریان دارد. ببینید باز همون کمیکات بالا و حرکت اجرا کردن در کور استودن در کور نیست چون که بله حرکت همون زخمات بالا و حرکت باز همون زخمات بله ممکن ولی پا بود با فکرم. بله داور هم پا اشاره کرد در 2.5 دقیقه الکی بود. من فکر میکنم که اندکی آزادتر با این پهلوان گوشتین گرفت اما مطلبش در تمام پنجم سومو محمد